سلام. تا حالا به این فکر کردین که موهاتون میتونه یه تحول واقعی رو تجربه کنه و سالم و درخشان بشه؟ تو این چند دقیقه میخوایم یه راه حل فوق‌العاده رو با هم بررسی کنیم که شاید دقیقاً همون چیزی باشه که همیشه دنبالش بودیم. خب بیایید صاف بریم سر اصل مطلب. هدف نهایی فقط یه ظاهر قشنگ نیست. نه. هدف رسیدن به یه ترمیم واقعی و درخشندگیه که از سلامت خود مو میاد. یعنی یه تغییری که موندگاره. اگه شما هم با موخوره، وضع شدن مو یا خشکی و کدر بودنش درگیرید، میدونم چی میگید. اینا نشونه‌های خیلی شایع آسیب به مو هستن که خب راستش خیلیامون باهاش سر و کار داریم. و نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ببینید، اکثر محصولاتی که تو بازار هست، کارشون اینه که یه لایه محافظ روی مو بکشن تا از آسیب بیشتر جلوگیری کنن. اما تعداد کمی از اونا واقعاً به داخل مو نفوذ میکنن تا آسیب‌های قبلی رو ترمیم کنن. تفاوت زمین تا آسمونه، نه؟ خب، حالا راه حل چیه؟ سرم تکفاز کراتین و آرگان تراست دقیقاً برای همین مشکل طراحی شده. یعنی تمام تمرکزش روی ترمیم فعال و بازسازیه، نه اینکه فقط یه راه حل موقت و سطحی باشه. خیلی خوب، بریم ببینیم چه چیزای قدرتمندی تو این سرم هست. اول از همه روغن آرگان. این روغن فقط یه رطوبت رسان عالی نیست که خشکی رو از بین ببره، بلکه مثل یه ضد آفتاب برای موهاتون عمل میکنه و جلوی آسیب اشعاع مضر خورشید رو هم میگیره. کنارش روغن بادوم رو داریم. کار اصلی این یکی چیه؟ تغذیه عمیق مو. یعنی یه نرمی و لطافتی به مو میده که وقتی به موهاتون دست میزنید کاملا تفاوت رو حس میکنید. بعد میرسیم به عصاره جوانه گندم. این ماده مستقیما میره سراغ ساقه مو و از داخل تقویتش میکنه. این یعنی چی؟ یعنی موهاتون در برابر شکنندگی خیلی خیلی مقاومتر میشه. و اما ستاره اصلی ماجرا، کراتین، یعنی همون پروتئین اصلی که موی ما ازش ساخته شده. کراتین مثل یه تیم ترمیم کننده حرفه‌ای عمل میکنه، وارد تمام شکستگی‌ها و آسیب‌های روی ساقه مو میشه و اونا رو مثل یه چسب فوق‌العاده قوی به هم وصل میکنه. خب، حالا این فرآیند دقیقاً چجوری اتفاق میفته؟ خیلی ساده است. فکر کنید لایه بیرونی مو از یه سری فلسه‌های خیلی ریز به اسم کوتیکول تشکیل شده. وقتی مو آسیب می‌بینه، این فلسه‌ها از هم باز میشن و مو وز و مات به نظر میرسه. کاری که این سرم میکنه اینه که به عمق مو نفوذ میکنه و این فلسه‌های باز شده رو دوباره صاف و مرتب سر جاشون میچسبونه. نتیجه، موخوره و شکستگی از بین میره. پس در نهایت چی به دست میاریم؟ اول از همه یه ترمیم کننده واقعاً قدرتمند. بعد یه درخشیدگی خیره کننده که همه متوجهش میشن. واز و الکتریسیته ساکن مو کاملاً کنترل میشه و یه سپر محافظتی عالی در برابر حرارت سشوار و اتومو پیدا میکنه و بهترین بخشش اینه که برای هر نوع موی مناسبه. روش استفادهش هم فوق‌العاده راحته. بعد از حموم که موهاتون هنوز نم داره، فقط چند قطره از سرم رو کف دستتون بریزید و به آرومی روی ساقه مو ماساژ بدین. همین، نه نیازی به آبکشی داره، نه کار دیگه‌ای. در نهایت دیگه سوالی نیست که آیا موهای شما میتونه بهتر بشه یا نه. سوال اصلی اینه که چقدر سریع میخواین این تحول رو ببینین و به موهای سالم، درخشان و بدون نقص سلام کنین